تو سال 1924 پاول آمادئوس دیناک توی یونان مشغول تدریس زبان آلمانی بوده که به بیماری سل خطرناکی دچار میشه و نزدیک به مرگ بوده. اون تصمیم میگیره که قبل از مرگش برگرده به سوئیس و یک سری از دست‌نوشته هاش رو به شاگرد مورد علاقش که اسمش جورجیوس پاپاهاتسوس بوده میده و بهش میگه که اینا به زبان آلمانی هن، تو اگه تلاش کنی اینا رو برگردونی به زبان یونانی باعث میشه که زبان آلمانی هم تقویت بشه، یه جورایی تمرین برای خودت. پاپاهاتسوس شروع به ترجمه صفحات میکنه. توی اون صفحات مطالبی درباره جنگ هسته‌ای آینده، وجود یک دولت جهانی، استعمار مریخ، تماس با بیگانگان، همچنین درباره وسایل نقلیه پرنده ذکر شده بود. پاپاهاتسوس در ابتدا فکر میکنه که این یک رمان تخیلیه، ولی هرچی جلو میره یک سری جزئیات شوکه کننده‌ای در رابطه با آینده میبینه و متوجه میشه که در واقع اینا خاطراتن، نه یک رمان تخیلی. خاطرات شخصی به اسم پاول آمادئوس دیناک بود که به کما رفته بود و 2000 سال بعد از خواب بیدار شده بود و خاطرات و جزئیات اتفاقاتی که توی اون سال آینده براش افتاده بود رو به صورت دست نوشته بود. به نظر میرسه که پاول آمادئوس دیناک نوعی لغزش زمانی یا سفر توی زمان رو تجربه کرده بود که باعث شده بود تو سال 1921 بخوابه و تو سال 3906 از خواب بیدار بشه. اون یک سال تموم رو توی آینده سپری کرده بود و هر اتفاقی که افتاده بود و هر چی دیده بود رو یادداشت کرده بود و این داستان اونه. تو ماه می سال 1921 وقتی که پاول مشغول تدریس زبان آلمانی توی یونان بوده دچار سرگیجه میشه و با توجه به سابقه بیماری که داشته بستری میشه. توی بیمارستان اون دچار تب وحشتناکی میشه که باعث میشه اون هوشیاریشو از دست بده و به کما بره. بعد از اینکه به هوش میاد و چشماش رو باز میکنه اطرافش فرق کرده بود با وقتی که چشماش رو بسته بود. کلاً یه محیط دیگه شده بود و یک سری افراد بالا سرش ایستاده بودن که اون افرادی که قبل از اینکه بیهوش بشه نبودن. لباسهای متفاوتی پوشیده بودن و به زبان متفاوتی صحبت میکردن که پاول متوجه زبونشون نمیشد. پاول زبان آلمانی، انگلیسی و یونانی رو بلد بوده ولی هرچی تلاش میکرده نمیتونسته با اون افراد ارتباط برقرار کنه. کسی متوجه نمیشده که چی میگه. یکی از پزشکایی که توی اون اتاق حضور داشته دست و پا شکسته متوجه میشه که اون چی میگه و تلاش میکنه که باهاش دست و پا شکسته به زبان آلمانی صحبت کنه. اون پزشک به زبان آلمانی به پاول میگه که اسمش آندریاس نورثامه و یک فیزیکدان مشهوری که توی تصادف رانندگی مجروح شده و الان به بیمارستان اومده. پاول اول وقتی که اسم آندریاس رو میشنوه تعجب میکنه و میگه که نمیدونه که راجع به چی دارن صحبت میکنن و اون شخص رو نمیشناسه. پزشکایی که داخل اون اتاق حضور داشتن به پاول یک آینه میدن و وقتی که داخل آینه نگاه میکنه یک شخص متفاوت رو میبینه که اصلا نمیشناختتش و شوک میشه و آثار ناراحتی داخل چهرش کاملا مشهود بوده و شروع میکنه به گریه کردن. اون فکر میکرده یا مرده یا دیوونه شده. وقتی داشته گریه میکرده به زبان سوئیسی میگه که اون فقط یک معلم سوئیسی ساده است. یکی از پزشکا وقتی که کلمه سوئیس رو از زبون پاول میشنوه بهش واکنش نشون میده و ازش میپرسه که الان تو چه سالی هستی؟ پاول نگاه پزشک میکنه و بهش میگه الان تو سال 1921 و پزشکایی که داخل اون اتاق بودن دچار شوک میشن. یک پزشک که مسن‌تر به نظر میرسیده به پاول نزدیک میشه و بهش میگه که الان تو سال 3906 پاول نمیتونسته باور کنه که الان تو همچین سالی هستیم. سرشو که میچرخونه یه پنجره باز گوشه اتاق میبینه و وقتی به بیرون نگاه میکنه یک سری ماشین ها و یک سری سفینه ها رو میبینه که با سرعت جابجا میشن و خیلی براش عجیب بوده. دیناک برای 3 روز با دقت به همه چیز توجه میکنه و حتی به جنس دیوارا هم توجه میکنه و متوجه میشه که
اونا از جنس یک فلزین که رنگ پاستیلی داره و وقتی بهشون دست میزنی گرمن. روز سوم تصمیم بر این میشه که یک شورا تشکیل بدن و شروع کنن به صحبت کردن با پاول و اینکه ببینن حالا از چی صحبت میکنه، اون گذشته‌ای که میگه ازش اومده، اون سالی که اومده ازش، داستان از چه قراره. و یه جورایی اونا پرسشگر بودن، یک شورای 3 نفره که قرار بوده از پاول سوال و جواب کنن. پاول وقتی که نگاه اون 3 نفر میکنه فکر میکنه اینا کیشیکن و باور نمیکرده که اونا پرسشگر باشن. پزشکا فکر میکردن که اون دچار ضربه مغزی شده بوده و فکر نمیکردن که اون واقعا از گذشته اومده. اما بعد از اینکه پرسشگرا چند تا سوال جواب ازش میکنن متوجه میشن که اون واقعا از گذشته اومده، یک پدیده نادر که بهش تغییر هوشیاری میگن، که توی اون ذهن یا روح یک شخص به بدن شخص دیگه‌ای منتقل میشه و اونا فکر میکردن که این اتفاق برای پاول افتاده. زمانی که آندریاس نورتام که بدنش توسط پاول اشغال شده بود تصادف میکنه، برای 15 دقیقه قلبش از حرکت میسته و یه جورایی میمیره. 15 دقیقه مرده بوده. پزشکا سعی میکنن با پایین آوردن دمای مغزش قلبش رو مجددا احیا کنن و شروع به حرکت میکنه. پرسشگرا معتقد بودن که شخصیت جابجایی اتفاق افتاده بوده و ذهن پاول دیناک به بدن آندریاس نورتام منتقل شده بوده. پاول از این اتفاق خیلی تعجب میکنه و ازشون میپرسه که یعنی چی حالا این چیزی که میگیم، و اونا بهش میگن که زمان یک پدیده خطی نیست و بهش میگن که آگاهی همیشه وجود داره و با اینکه یک پدیده نادره ولی غیر ممکن نیست. بعد از این اتفاق شخصی به اسم استفان وارد اتاق میشه. استفان رفیق قدیمی آندریاس بوده و قرار بر این میشه که کس دیگه از این جریان که پاول از گذشته اومده خبردار نشه، با این امید که بتونه زندگیش رو به یاد بیاره و به زندگی برگرده. استفان قبول میکنه که هر روز به دیدن پاول بره و درباره دنیای مدرن بهش آموزش بده. پاول خیلی مشتاق بوده که بفهمه در گذشته چه اتفاقی افتاده بوده. پاول تو سال 1921 از بیماری آنسفالیت بیحالی رنج می برده و این یک بیماری اپیدمی توی اون سالها شده بوده و بیش از 1 میلیون نفر تو سراسر جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داده بوده. بعد از 2 هفته که پاول توی آینده زندگی میکنه متوجه میشه که اصلا نخوابیده و اصلا احساس خستگی نمیکرده. مطالعه میکرده و زبانی که مردم توی جامعه باهاش صحبت میکردن رو یاد میگرفته و اصلا احساس خواب آلودگی یا خستگی بهش دست نمیداده. اونا در واقع به جای خواب از یک دستگاه استفاده میکردن به اسم ویگن شواگا و این باعث میشد با اون موسیقی که پخش میکرده و اون تصاویر سه‌بعدی که نشون میداده مغز خستگیش کم بشه و از بین بره و یه جورایی کار خواب رو برای مردم توی آینده انجام میداده. پزشکا پاول رو تشویق میکردن که هر چیزی میخواد راجع به گذشته بدونه رو یاد بگیره به جز تاریخ توی دهه 1920، چون اونا نمیخواستن که پاول اگه برگشت بتونه تغییری داخل اتفاقایی که قرار بوده بیفته بده. یک سری اتفاقات توی سالهای متمادی افتاده بود که با ذکر سال و حالا اینکه توی هر سال چه اتفاقی افتاده رو الان قراره براتون تعریف کنم. از سال 2000 تا 2300 سخت ترین سالایی بوده که برای بشر اتفاق افتاده بوده. نژاد پرستی بیداد میکرده و درگیری های منطقه‌ای بزرگترین مشکلاتی بوده که بشر توی اون سالها باشون دست و پنجه نرم میکرده. تو سال 2204 مریخ به استعمار در میاد و حدوداً 60 سال بعد 20 میلیون نفر توی مریخ زندگی میکردن. ولی تو سال 2265 اتفاقی داخل مریخ میفته که باعث میشه تمام اون تجهیزاتی که باعث استعمار توی مریخ میشده از بین بره، تمام افرادی که داخل مریخ زندگی میکردن از بین برن و یه جورایی تمام تکنولوژی که اونجا بوده از بین میره و دیگه بشر تلاش نمیکنه هیچ وقت دوباره به مریخ برگرده. تو سال 2309 یک جنگ هسته‌ای باعث میشه که بیشتر اروپا از بین بره و فقط 2 تا کشور میمونن، بالیک و اسکاندیناوی.
احتمالاً به همین دلیل بوده که زبانی که مردم توی اون زمان استفاده میکردن ترکیبی از زبان انگلیسی و اسکاندیناوی بوده. جنگ جهانی 80 سال طول میکشه و توی اون 80 سال بیشتر جمعیت انسانی از بین میرن. تو سال 2396 یک حکومت جهانی واحد به اسم رد استات به وجود میاد و به عصر باستان خاتمه میده و عصر مدرن شروع میشه. این دولت برای پایان پیدا کردن جنگ جهانی تشکیل شده بود، ولی خب افراد فاسد و ثروتمندا اونو اداره میکرده و یه سری کشورهای کوچیک دیگه‌ای که مونده بودن مقاومت میکردن در برابر این حکومت واحد و بعد از 200 سال این حکومت از بین میره. در نهایت شهروندان از انتخاب سیاستمدارا و بازرگانان دست میکشن و کشور رو دانشمندا و فیلسوفا و انسان دوستان اداره میکردن. بعد از 300 سال جامعه شروع به اصلاحات میکنه و تو سال 2823 یک رهبر اقتصادی به اسم تورا هیل سیستم اقتصادی جدیدی رو پیشنهاد میکنه. این سیستم مبتنی بر کمبود جهانی نبوده، بلکه مبتنی بر کفایت جهانی بوده. توی این سیستم مردم یک رشته رو انتخاب میکردن، 40 سال توی اون رشته فعالیت میکردن و بعد از اون بازنشست میشدن. ولی بعد از اون فناوری و سیستم‌های اتوماسیون شروع کردن به برآورده کردن نیازهای مادی مردم و به قدری پیشرفت کردن که دیگه مردم نیازی نبوده که 40 سال کار کنن، دیگه نیاز مادی نداشتن که بخوان به خاطرش کار کنن. اونا توی کودکی آموزش میدیدن، توی 17 سالگی توی رشته‌ای که خودشون دوست داشتن شروع به فعالیت میکردن، 2 سال سخت کار میکردن و بعد از اون میتونستن هر کاری که دوست دارن بکنن. میتونستن یک رشته رو انتخاب کنن و توی اون فعالیت کنن، یا میتونستن هیچ کاری نکنن و فقط از زندگی لذت ببرن. چون تو سال 3906 تمام نیازهای مادی مردم برآورده شده بود و دیگه اونا هیچ دغدغه‌ای برای تامین نیازهای مادیشون نداشتن. تو سال 3906 به جای اینکه به پول ارزش داده بشه، به علم و هنر ارزش داده می شده. تو سال 3906 یک سری اتفاقات برای بشر افتاده بود که به تکامل رسیده بود و ذهنیتش یه جوری نبود که مثل الان باشه و نیاز باشه یک سری کارا رو انجام بده. یک سری اتفاقات برای بشر افتاده بود که اون نیازها رو برطرف کرده بود و حذف کرده بود و دیگه نیازی نبود مثل گذشته زندگی کنن. یه جورایی تلاش برای بقا از بین رفته بود. توی اون سال حتی مردم نمیتونستن به این فکر کنن که مردم تو سال 2000 چجوری زندگی میکردن. پاول تعجب میکنه که مردم چجوری تونستن از حمله بیگانگان جون سالم به در ببرن و استفان در جواب بهش میگه که اونا اصلا علاقه به ارتباط برقرار کردن با ما نشون نمیدن و فقط ترجیح میدن که از راه دور ما رو مطالعه کنن. ولی استفان اعتراف میکنه که تو زمانی که گونه مان به انقراض نزدیک شده بود، بیگانگان دخالت میکنن و یه جورایی مانع از انقراض ما میشن و بعد از اون ما رو به حال خودمون رها میکنن تا ما راه خودمون رو بریم. یک شب پاول احساس میکنه که چشماش خیلی سنگین شده و نیاز به خواب داره و متوجه میشه که چقدر دلش برای این احساس تنگ شده بوده. چشماش رو میبنده و بعد از اون تو سال 1922 بعد از 1 سال از کما خارج میشه و شروع به نوشتن این خاطرات میکنه. خاطرات پاول توی کتاب نوشته شده که اینجا براتون میذارم و من یه سری چیزای کلی گفتم و اگه شما نیاز دارین که چیزای جزئی بیشتری بفهمید راجع به این اتفاقایی که برای پاول افتاده، حتما به این کتاب مراجعه کنید و حتما مطالعهش کنید. اینم از داستان پاول آمادئوس دینا که به آینده سفر کرده بود و خاطراتش رو در قالب یک دست‌نویس به شاگرد و دانش آموز مورد علاقه‌اش داده بود. نظرتون راجع به این خاطرات چی بود و اینکه به نظر شما حقیقت داشتن یا اینکه نه؟ نظرتون رو حتما برا من کامنت کنید. اگه دوست داشتین این مطلبی که من براتون گفتم، حتما لایک، کامنت و سابسکرایب کنید تا پرونده های دیگر رو هم از دست ندین. تا پرونده دیگه، شانتای.